سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 19 مارس در خدمت شما. دهها تاجران ولایت سوغد از مقامات خواستند در رها کردن ماشین‌های آنها در مرز قرقیزستان مساعدت کنند. بیشتر از 300 تاجران بازار و مغازه‌های شهر استراشن میگویند 2 ماه باز است که 8 ماشین مال و کالای آنها در ترمینال اوش قرقیزستان بند مانده است و اگر ماشین‌ها را به زودی به کشور نآورند ممکن است که مال آنها ویران شود. این تاجران از مرادعلی علی مردان معاون نخست وزیر و رئیس کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان در مذاکرات با قرقیزستان خواستند که مشکلشان را حل کند. مقامات رسمی گفتند که شاید تا عید نوروز راه‌ها باز شود. آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن برای بهتر کردن زندگی مردم کم‌بیزاحت در روستاهای نزد مرزی تاجیکستان و افغانستان تقریباً 11 میلیون دلار کمک می‌کند. بر طبق سازشنامه‌ای که این مؤسسه با برنامه رشد سازمان ملل روز 19 مارس در دوشنبه امضا کرد، در دهات نزد سرحدی تاجیکستان و افغانستان 75 مکتب و شفاخانه و خطهای انتقال برق و شبکه‌های آبیاری و دیگر زیربنیادهای مهم ساخته می‌شود. قرار است با اجرای این برنامه‌ها زندگی 1.5 میلیون نفر از اهالی ولایت‌های قندوز و تخاری افغانستان و ولایت ختلان تاجیکستان بهبود یابد. در شهر دوشنبه در بینای دوشنبه پلازا نمایشگاه محصولات کارخانه‌های صنعتی آغاز یافت که تا روز نوروز ادامه می‌کند. ساکنان پایتخت و اطرافیان تا چند روز دیگر می‌توانند از این نمایشگاه فرآورده‌های شیری و گوشتی و شیرینی‌های مختلف و یا شراب و دیگر انواع محصولات اسپریتی هم بخرند. با گفته برگزار کنندگانش قیمت محصولات نمایشگاه در مقایسه با دیگر فروشگاه و بازارهای دوشنبه پایین‌تر است. و در شهر دوشنبه گروهی از فرهنگیان و ایرانیان مقیم پایتخت با خارجیان چهارشنبه سوری یکی از آیین‌های نوروزی را تجلیل کردند. مراسم چهارشنبه سوری را هر سال در شب چهارشنبه هفته آخر ماه هوت تجلیل می‌کنند و آتش افروخته از روی آن می‌جهند و می‌گویند سرخی رویت را بده، زردی رویم را بگیر. این جشن از زمانهای قدیم در ایران و دیگر مناطق آسیای مرکزی رایج بود و آن را در زمان سامانیان سوری می‌نامیدند. و روز 19 مارس در دانشگاه ملی تاجیکستان نوروز را با شکوه جشن گرفتند. جشن با شرکت صدها جوان در شهرک دانشجویان واقع در مرکز دوشنبه صورت گرفت. هر یک از بخش‌های دانشگاه در این جشن گوشه‌های ویژه خود را داشتند و همزمان برنامه کنسرتی برگزار کردند. تجلیل نوروز در شهرک دانشجویان که با نام جزیره در دوشنبه معروف است سال به سال با شکوه تر می شود. ویدیو و گزارش‌های دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.